بابای من که اهل این حرفایی است که همسر من که همراهی نمیکنه، مثلا مادر من بیماره، بابام یه مشکل دیگه داره، یه خانواده روانپریش داریم، اونقدر شرایط اقتصادی ما بده، نمیذارن کار بکنیم، خیلی مشکلات هست، دستم خالیه. اینا رو میگن یا نمیگن؟ اینا رو میگن یا نمیگن؟ شما که اساسا نمیگید اصلا. یعنی شما اگر قشنگ از شما تست گرفته بشه، همه سطح انرژی روانی خیلی خوب بالا، هیچی هم مشکلی نیست. ولی وقتی که میان حرف میزنن میگن خانم برای که موفق بشی کار انجام بده، ببین نمیتونم، حالش نیست. الان مثلا تو بحث تربیت فرزند به مادر میگیم که تو باید با بچه‌ت بازی کنی، مادرها چی میگن؟ حال نداریم ما، بده تو رو خدا. میگن یا نمیگن؟ شما اصلا جرأت نمی‌کنید حرف بزنید. خیلی فکر می‌کنید چه؟ ولی شوهر نکبتی که من دارم اصلا آدم نیستش که تازه بچه‌ها اینجوری چه؟ اصلا شهر هست. اینا تو شهر هست. برای موفقیت نیاز به چی دارید؟ بگید. برای موفقیت به چی نیاز دارید؟ راهی دار بشید.